کسانی که از کنکورس ها ماشین، پول یا چیزی دیگری به دست می آورند، مردم آنها را تبریک می گویند. مادران و بزرگسالان برایشان دست جمعی دعا می کنند. یعنی یک انسانی که مال حرام به دست آورده است، او را تبریک گفته دست جمعی برایش دعا می کنند تا در این کارهایش موفق باشد. او را با یک جشن و تنتنه پیشواز می گیرند، گویا از زیارت خانه خدا برگشته باشد. مادران و ریشسفیدان محترم، از الله بترسید. کسی که کار حرام کند، از راه قمار که حرام است پول یا ماشین به دست آورد، شما او را مبارکباد میگویید؟ یعنی شما آنها را برای ناراض کردنشان خداوند را مبارکباد میگویید. با این کارتان کار حرام را در بین مردم تشویق میکنید و در کار حرام یاری میدهید. آیا شما میدانید که کنکورس هایی که امروزها تشکیل میکنند همه اش قمار و حرام است؟ همان کسانی که چنین کنکورس های حرام را تشکیل می کنند خودشان قائلند که این کارشان حرام است، میدانند که کار گناه کرده ایستاده اند، ولی مال و ثروت دنیا چشمانشان را کور کرده است. عموما انسان مسلمان وقتی نعمتی برایش برسد خوشحال می شود و حمد و ثنای الله را می گوید، ولی در عجبم که امروزها مردم در کار گناه چنان خوشنود می شوند که گویا عبادت بزرگ را انجام داده اند. این خیلی گناه خطرناک است، در ایمانشان خطر واقع می شود. از الله بترسید و قماربازان را تبریک نگویید و در کار گناه آنها را یاری ندهید.